بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که ولم یشغل که عنه هوا مطاع ولا دنیا بزخرفها فتنت. اگر تو طعم علم رو میچشیدی، از حلوایش یک ناله می نوشیدی یا می خوردی، تو را هوای اطاعت کننده، هوایی که مطاع هست، اطاعت شونده هست، مشغول نمیکرد. هوا خواهش نفس است. نفس انسانیت چه ها را نمیخواهد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که حفت النار بالشهوات، دوزخ با چیزهایی که نفس انسانیت او را شهوت دارد، خواهش دارد، اشتها دارد، به آن چیزها پیچانیده شده است. و حفت الجنه بالمکاره، جنت با چیزهای بد پیچانیده شده است. دوزخ با چیزهای یکی نفس انسانیت، این النفس لاماره بالسوء. الله تعالی میگه که نفس انسانیت، طبیعت نفس انسانیت امر کننده به کاری بد است. خیلی که حضرت یوسف علیه السلام گفتن که و ما ابرئ نفسی، یعنی من با این سخن نفس خودم را پاک نمیگم، خودم را سفید کردنی نیستم. این النفس لاماره بالسوء، نفس انسانیت امر کننده به کاری بد است. الا ما رحم ربی، غیر آن نفسی که الله هم پروردگارم اون نفس را رحم کرده است، اون نفس ها به کاری بد امر نمی کند. بعضی مفسران میگن که این سخن یوسف است، بعضی میگن که این سخن زلیخا هست. مقصد زلیخا این النفس لاماره بالسوء، این سخن زلیخا است. والله اعلم سخن قول صحیح سخن یوسف شاید باشد، لیکن هر دو قول محتمل است. نفس انسانیت کارهای گناه را میخواهد، راحت را میخواهد، زنها را میخواهد، مال و ملک دنیا را میخواهد، مشقت را نمیخواهد، عذاب کشیدن را نمیخواهد، راحت را میخواهد. ولم یشغل که عنه هوا مطاع، اگر تو حلوای علم رو میچشیدی، طعم حلوای علم، مزه و لذت علم رو میچشیدی، تو را این هوایی که اطاعت کرده میشود مشغول نمیکرد. هوا از کلمه هوا یهوی گرفته شده است، معناش پرتافتن. برای چی؟ برای آن که صاحبش رو به آتش دوزخ میپرتاید. هوا بالاخره هوا چقوری را میگویم، هویون چقوری، هوا پرتافتن، یعنی تو رو هوای نفسی که اطاعت شده ایستاده است از جانب تو مشغول نمیکرد.